بس گوش کن آخی ما همون آدم نمیدونستم آخی مرا کجا میبری خونی هم آدم آخی ما حیرون میشم هم میدادم رفته گوش کن یه مینوت دستاری برو که همون آدم کو چین همون مهمانای درکاریش 20 تایش 10 تای 15 تای 5 تای چین همون مهمانای درکاریش گوش بیرون کده باشه عمر کجا میبری تو آخه من نمیرم رفته خود یه مینوت دست تو لپی همین عقل داری نداری تو آخه این فرمی بری این بسایی میری بیخی ما این بسایی خشت قدیش که کجا میرم آخه خونه همون آدم آخه رفته به حالی یمینو دست گوش کن ما خواهی میخوای کو او گفتگی تر نمیکنم اکم میدرم دا میشیشتم خونی مرده گوش بیرون میخوردم ها گوش بیرون میخوردم شکم سیر میکنم میرم دا پاپوشو رو میپوشیدم میگفتم وی این پاپوشوی من نیست پاپوشوی من نیست این من نمیگم فهمیدی؟ رفته السلام علیکم و علیکم السلام نوی رکوی بو بیش شام دیشم خوش آمده باشم السلام علیکم و علیکم برسلام خدمات مبارک بچم رحمت کیم کی دمونان کرداسم تو علامت پیریای چلی بچم که نشناختازم تا اکو پرسیدن عیب نیسته یکی یگون بچی یگون اشنام نباشی که بابی آخی ما بچی کیم آخی؟ بچی کی؟ اون اقصلو خیلی اکو؟ اون اقصلو خیلی نمون وای شد فهمیدم باشه فهمیدم بسیار خوش خدمات مبارک باشه کی جان بچی کی جانه باکی خونتون رفتی کی جان عینه من سلام بگو خوش آمده کی جان خوش آمده بچم خوش آمده نیو تریفت دستا کن بگیره بچم کلام بخره بگیره ها آش بگیره کی جان کلام بخو بچی جان تو راهتون خیلی دورای بگیره بچم آیا اگر میشتین ثبوتاتون گوش میکنم میشتین که ثبوتاتون گوش میکردم الهی آمین خداوند فیض و برکت عطا کنه در خاندانی هر یک کدام شما هم خداوند فیض و برکت عطا کنه صاحبی دسترخوان شوین صاحبی مهمان شوین انا همیشه پای قدمی مهماناتون خانتون برکت بیاره در دنیا و آخرت خداوند ای همه بلاهای زمینی و آسمانی و دنیایی و عقبای امین بدارمانه قدماتون مبارک نور دیده تاج سر خوش آمده بچم خوش آمده من خوش آمده من ای دیدارتون خرسندم ولی پاپشویتون خودم به دست خودم پیش میمانم در پای قدمتان جانم مهمانم خونی هر کس نمیایه با در قدمتان جانم من پاپشویتون خودم پیش میمانم دستاتون به خودم آمیریزم خودم پاپشویتون پیش میمانم محمد پاپشوی رو پیش مان احمد دست رو آب بگی خوش آمده خوش آمده بچم خوش آمده همه وقت داری خونی ما برای شما کشوده بیاین خدا برکت یاتونو بچم مهمون جان وای جان حیران شدی احسادی پاپشویکات نمیپوشی پاپشوی من نیست پاپشوی من رو دزدیدم وی یه بچه از تغفیر الله بگو خیلی عادت نیسته در جای ما یه ایمه نیست ایری بی داری دیگه ایری بی ایمه نیست ای
ایشمو نیست نه ایمان دزدی یاد میکنم دزدی بچه اینه دریدگی بدایره بی کدام کورنمه که باشه نگاه کده این کهنه گفتم مانده ایشمو چیزی نو بود نه بود خم آره دیدی ساز بود آخی دریدگی یاد بی پاپشه دریدگی و کندگی خودش مانده و پاپشه نوی شما رو پوشیده رفته وای ای کی باشه هیچی معلوم نیست نمیدونم ای کی باشه ایرا که ای کجا میویم صاحبی را یا اگر و علیکم السلام اگر بدوی اگر همون بچه ولی خونهشون ندارن باشه میوی پاپشیاتا پولیس برا میگی مهمان جان بسیار ناتوریش دگده بسیار ناتوریش ولی ایلاش میویم یکی این خیلی آدمای کور نمکه که نمک تا میخرن و با بر نمکت خیانت میکنن مهمان تا خفه میکنن حالی بز گوهر جان کجا دی بچم ایجی بیا بچه جان دختر ما ایجی بیا لبای بابی گوهر جان لبای تی کورنمکی و به انصافی رو دیدی؟ اگه نخواه خانه مردم بروی و نان و نمکش بخری و با پاپوشی مهمانشو بدزی جاشت پاپوشی کنی اختمانی بر روی خیلی میشه و بابی که ممکنه یادش برو ورده یخه این خیلی میشه راست میگی و برای که در جای خمون این خیلی فریبگری نبود اگه میگم دختر ما همین مهمان ناامید نرو ای خانومان صندوق هوی که کالوچه نوی مرا ای درونی صندوق بگی برای مهمان بیار ماری بابی بچون مهمان جان هر کی مهمان را گرامی میکند کوشش در نیکنامی میکند مقصدی ما ای مهمان کردنی همین شما همین بود که همین یک لحظه تمام پرابلم های حیاتون رو فراموش کنین و چق کنین و اوقاتی بلازت بخری نه که این عاقبت نگاه کن خنداتو بزن اینه ما برای خودم همیشه در صندوقم یک کالوچی نو میمونم الان کالوچی نو نصیبی شما بده بچه جان بپوش نصیبت کنه چه نه رازمیری میپوشیده نه شما خنداتو زن رحمت نصیبی تده بده که همه خیلی اومده یخی رحمت نوای بچه وی چی گفشی؟ اپا لبای این جیمپیر مام دزدی ها در تنت بود این جیمپیری کنه گیری بی چند ساله رنگ نمود رفتی جیمپیر پیر شده گیری من درمانده نو دزدی ها این نمی خونه ده وای جان لبای کالوچو نصیبت کنه اینا این پاپوشک های کهنت بگی یکی با یگان جای دیگه دم علیش میکنه نو میشه خوش آمدی